فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خوب، امروز کارا برار گرفت. خیلی خوب. بیا یک بار رفیقم زنگ زده خبر کنم. حاضر. الو. السلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام برادر جان. خوب هستید؟ الحمدلله خوبم. شما چه حال دارید؟ الحمدلله ما خوب. خوشخبر امروز خوشخبر. از بانک کردیت گرفتم با فایز خیلی پست. گپ زنو کردم و شرطنامه رو امضا کردم و 100,000 روبل پیش پرداخت کردم. از بانک؟ با فایز؟ بله فایز از خیلی کم. سبحان الله. برادر عزیز آخر این جایز نیست؟ چی؟ قطعا حرام است. حرام؟ جایز نیست؟ بله جایز نیست. آخر همه امروز با کردیت زندگی میکنند کو. برادر شما با کدام منطق گپ زده ایستاده اید؟ همه کار غلط رو کنند شما هم از پس همه میروید؟ سبحان الله. از بابای حاجی نیز پرسیدم آن کس جایز است گفتند. آخر برادر عزیز اگر درست نباشد خودی بابای حاجی جوابش را میدهند. گوش کنید دوستان، من نمیدانم شما از کدام حاجی یا از کدام ملا پرسیدید. ولی خداوند در سوره مریم آیه 95 میفرماید و همگی روز قیامت تنها نزد او حاضر میشوند. شما چه ها گفته ایستاده؟ بنابراین خود شما نزد الله تعالی روز قیامت جواب خواهید داد. اینطور باشد خوب نیست. بله حرام است برادر عزیز، حرام، قطعا حرام است. شما توبه کنید برادر عزیز. خوب برادر، تشکر. خوب سلامت باشین. الله نگهبان. خوب. سبحان الله. این خیل واقعه ها را هر روز میشنویم. برای فتوا دهنده و فتوا گیرنده نادان دلیل از قرآن می آریم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. و اگر از معامله ریبایی دست نکشیدید پس شما به مبارزه با الله و پیامبرش برخاسته اید. و این بیانگری اوج زشتی و قباحت بد ریبا است که به جنگ با الله و پیامبرش فراخوانده است.